لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هیچ معبود برحق جز الله نیست که لایق عبادت باشد. یگانه ای عالم است که شریک برای او نیست. پادشاه مطلق هستی و تمام ستایش ها از آن اوست و او بر هر چیز تواناست. در حدیث از پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که هر کس این ذکر را 100 مرتبه در روز بخواند، اجر آزادی 10 غلام را بر او داده می شود و 100 ثواب برای او نوشته می شود و 100 گناه از او پاک می گردد و نیز برای او مرز قرار داده می شود که شیطان آن روز تا شب نمی تواند به او نزدیک شود و به او ضرر برساند و هیچ کس برتر از او در روز قیامت نیست مگر کسی که بیشتر از او این عمل را انجام داده باشد. پس برادران و خواهران عزیزم، ما کوشش بکنیم که هر روز این ذکرها را انجام بدهیم تا که در روز قیامت با خود یک اجر بزرگی را همراه داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.